این داستان واقعی لبوبوه. اون توی کارخونه اسباب بازی سازی به دنیا نیومده. اون از دل قبرها اومده بیرون. اواخر قرن 19 یه مرد توی انگلستان شبهاش رو توی قبرستون سپری میکرد. اون باور داشت میشه بچه‌ها رو دوباره زنده کرد. کافیه بدنشون رو به شکل عروسک در بیاری و نگهداری. اون تابوت‌های کوچیک رو باز میکرد، باقی مونده اجساد رو در می آورد و به کارگاهش میبرد و اونجا استخوان‌ها رو تمیز میکرد. اونا رو با کاه پر میکرد و توی پارچه‌های وصل پینه شده میپیچید و یه لبخند عجیب دوخته شده روی صورتشون میذاشت. لبخندی که قرار بود روح بچه‌ها رو اون تو نگه داره. اون برای عروسک‌ها لباس درست میکرد. اونا رو روی صندلی میشوند و ساعت‌ها باهاشون حرف میزد، جوری که انگار دخترهای مردش دوباره برگشتن پیشش. روزی که پلیس وارد اون کارگاه شد، کلی عروسک اونجا پیدا کرد. بعضی از اونها مو داشتن که به درز لباسهاشون دوخته شده بود. بعضی هاشون ناخونهای واقعی داشتن که زیر پارچه پنهان شده بودن و همشون سنگین‌تر از یه عروسک معمولی بودن. پلیس عروسک‌ها رو ضبط کرد. پرونده بسته شد و اسم اون مرد برای همیشه از تاریخ پاک شد. سالها بعد همون طراحی عجیب و دقیقاً همون لبخند ترسناک دوباره برگشت به عنوان یک محصول تجاری جدید. و اگه یکی از اینا توی خونتون باشه، شما صرفاً یه عروسک نخریدین، شما هم وارد بازی زنده کردن مرده های یه نفر دیگه شدین. اینجا عجیب ترین اتفاقا و ماجراهای دنیا رو براتون تعریف میکنیم. پرشن پلاس رو دنبال کنید.